خدا رو شکر. 40مین قسمت از تفسیر آیه به آیه انجیل یوحنا از عهد جدید رو و آخرین قسمت رو با هم دیگه شروع میکنیم. مطمئن هستم که همه شما فرصت کردید توی هفته گذشته فصل 20 و 21 این انجیل رو مطالعه بکنید. اجازه بدید که با یه دعا شروع کنیم. پدر جان، به نام عیسی مسیح دعا میکنیم خداونده که این ساعت رو فرخنده و مبارک بسازی برای جانهای تک تک کسانی که شنونده این کلام هستند. به نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. خب ما عیسی مسیح رو به روی صلیب داریم که جان خودش رو فدا میکنه، همونطور که گفته بود و همونطوری که اعلام میکنه در فصل 10 آیه 17. فصل 10 آیه 17 مسیح چی میگه؟ من بذارید چشمام رو بزنم با هم دیگه فصل 10 آیه 17 رو نگاه بکنیم. مسیح میفرماید و از این سبب پدر مرا دوست می‌دارد که من جان خود را می‌نهم تا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمی‌گیرد بلکه من خود آن را می‌نهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. این حکم را از پدر خود یافتم. پس مسیح اعلام میکنه که من اتوریته و اقتدارم بر گذاشتن و گرفتن، دادن و پس گرفتن جان خودم و اتوریته خودم حتی بر مرگ رو اعلام میکنم. میتونم بذارم، میتونم نذارم، اما انتخاب میکنم که برای شما بگذارم. مسیح جان خودش رو نهاد و با فریاد تمام شد روح خود رو به پدر تسلیم میکنه. مسیحی که حالا بر اثر پارگی قلب میمیره. میدونستید؟ مسیح قلبش پاره شد یا قلب شکست. این حقیقت رو همون جاری شدن آب و خون در زمان نیزه زدن به ما ثابت میکنه. پزشکی امروز هم به این نتیجه علمی رسیده که توی یک وضعیت استثنایی و طاقت فرسا این رویداد فیزیکی رخ میده عملاً، که بر اثر فشار و اندوه فراوان هست. چه کسی بیشتر از عیسی مسیح در این لحظات زیر بار اندوه و فشار قرار گرفته؟ همان کسی که زکریا فصل 12 آیه 10 میگه به او که نیزه زده اند خواهند نگریست. یوحنا میگه اینا قصه نیست که ما داریم برای شما تعریف میکنیم، اینا افسانه نیست، اینا داستانهای خوشایند و مثبت نیست. ما اونجا بودیم، ما با چشمای خودمون دیدیم که عیسی مرد. ما اونجا بودیم وقتی پهلوی او رو شکافتند با نیزه و دستها و پاهای او رو سفته کردند. ما اونجا بودیم، ما دیدیم و شهادت ما امین و راست است و امروز برای شما داریم این شهادت رو میدیم تا باور کنید و ایمان بیارید و به واسطه ایمان حیات بیابید. امروز داشتم فکر میکردم وقتی که خداوند میگه برای خدا 1000 سال مثل یک روز و یک روز مثل 1000 ساله، اصلا زمانی نگذشته. فکر کردید؟ فکر میکنید به این چیزا گاهی وقتا؟ اصلا انگار روزهایی نگذشته، اصلا زمانی نگذشته از اون لحظه‌ای که انسان به خاطر گناه از حضور خدا افتاد. نقشه خدا معوق ماند، خراب نشد، باطل نشد، از بین نرفت، ولی به تأخیر افتاد. ما نمیتونیم نقشه خدا رو باطل کنیم. هیچ کسی نمیتونه نقشه خدا رو از انجامش جلوگیری کنه، ولی قدر مسلم میتونیم به تأخیر و تعویق بندازیمش.
وقتی که توی زندگی شخصیمون عرض میکنم، وقتی که برای یاد گرفتن یک درس ساده روحانی باید سالها خدا برای ما صبر بکنه تا ما دوزاریمون بیفته که بفهمیم یعنی چی. خب کلی تأخیر هست، کلی تأخیر هست. یوحنا میگه اینها حقایقیه که ما به چشم خودمون دیدیم و الان شهادت میدیم تا شما هم بیایید و حیات بیابید. توی فصل 20 آیه 31 نگاه کنید. و شما هم از این حیات برخوردار بشید. مسیح روی صلیب مرد. بادام لاین، آخر خط، نقطه، همه چیز به انجام رسیده. به این ترتیب بزرگترین دشمن انسان یعنی مرگ بزرگترین دشمن انسانه. خب هر چی داشته باشی، هر چقدر فهم و ذکاوت و آیکیوی بالا داشته باشی، هر چقدر سلامت باشی، هر چقدر نمیدونم وضعیت بدنیت میزون و مرتب باشه، هر چقدر ثروتت حساب بانکیت کلوفتر باشه، هر چی که باشی فرقی نمیکنه، در دام این یکی دشمن گرفتاری. به نظر میرسه که مسیح هم در این دام گرفتار شده، چون مسیح روی صلیب مرد. اما این در خود گرفتگی مرگ یا اسارت مرگ برای عیسی مسیح به خاطر این بود که او به اراده خودش تصمیم گرفت که در جایگاه من و ما، جای انسان اول که گناه رو به این جهان آورد، انسان دوم و ثانی باشه که آزادی رو به ارمغان میاره. پس او به جای من نشست تا بهای آزادی ما رو پرداخت بکنه. اما آیا مرگ قادر بود که عیسی مسیح رو در چنگال خودش نگه داره؟ به هیچ وجه. یادتون هست مزمور شماره 16 رو؟ مزمور 16 چی میگه؟ آیه 10 نبوت میکنه که خداوند اجازه نخواهد داد قدوس او فساد را ببیند. واقعا اگر مسیح در چنگال این آخرین دشمن قرار میگرفت، اصلا مهم نبود که عیسی در طول مدت زندگیش یا خدمتش روی زمین چند هزار مرده رو زنده کرده باشه. مهم بود؟ اصلا مهم نبود دیگه، چون بعد خودش میگفتیم آقا این خودش گیر کرد، رفت، در این اسارت موند. اصلا مهم نبود که چند نفر میرفتن سر قبر مسیح، دخیل میبستن، بعد زنده میشدن یا اصلا شفا پیدا میکردن یا whatever. اصلا به درد ما نمیخورد، چون اون کسی که داریم میگیم این کارو کرده، این به اصطلاح معجزه رو انجام داده، خودشون توه. برای خودش هیچ ممری و هیچ راه فراری وجود نداشت، این اسیر اونجاست. ولی در مورد عیسی مسیح خدا رو شکر که همچین چیزی صادق نیست. مرگ نتونست عیسی رو در چنگال خودش نگه داره. مسیح مرد و او رو دفن کردن. یادتونه گفتیم با چقدر وسایل خوشبو کننده و تطهیر کننده. ببینید سابق و کالچر یهودی اینجوری بود که امروز اگر کسی رو برای کفن و دفن میخوان اینجا آماده بکنن، تمام داخل او رو خالی میکنن. خب بنابراین ظاهر هست، همه چیز تمیز شده است. اون موقع اینجوری نبود. بنابراین برای اینکه از بو و ضد عفونی کردن و اینجور مسائل به قول معروف درست عمل بکنن، مواد خوشبو کننده و مواد تطهیر کننده به همراه مواد ضد عفونی کننده که اینها بوهای خیلی تندی داشت، خیلی غلیظ بود. 50
کیلو 75 پوند توی کفن قرار میدادن و میپیچیدن مرده رو. هفته پیش هم گفتیم در مورد عیسی مسیح هم از همین عطریات و مواد لازم برای تطهیر استفاده کرده بودم. گفتم بهتون اگر یادتون باشه هفته پیش که این 50 کیلو رو یادتون نگه دارید، لازم داریم که در موردش بیشتر حرف بزنیم و امشب این کار رو من میکنم. مسیح رو در قبر نوعی قرار دادن و اون رو جلوی قبر رو با یک سنگ عظیمی بستن و با مهر امپراتوری روم مختومش کردن و جلوی قبر هم دو گروه محافظ و نگهبان گذاشتن. گروه اول افسران و ارتشیان رومی که اینها سر پست اگر قرار بود که حتی یک لحظه هم بخوابن 16 نفر حفاظت میکردن. مجازاتشون اعدام بود. پس 16 نفر ایستادن دارن از قبر محافظت میکنن. یه عده‌ای هم از طرف قیافا و از طرف معبد آمده بودن، از طرف سران یهود آمده بودن که محافظت بکنن. چرا؟ به دلیل اینکه رفته بودن و رهبران یهود گفته بودن که ما آقا به یاد داریم این فریبکار در اناجیل دیگه شما میبینید، ما به یاد داریم، به پیلاتوس گفتن ما به یاد داریم که این فریبکار گفته بود که بعد از مرگ زنده خواهم شد. پس بنابراین مواظب باشید نیان جنازه او رو بدزدن بعد بگن آقا زنده شد که بدبخت میشیم. اصلا 6 دنگ وایساده بودن قبر رو تو این 3 روز میپاییدن. حالا سنگی هم که جلوی قبر گذاشته بودن، اولا قبر غار بود، خب بعد جلوی قبر یک نیم دایره‌ای روی زمین میکندن که این سنگ رو سنگ گردی هم بود که قلش میدادن بیاد و قفل میشد تو این نیم دایره، دیگه تکون نمیخورد. هل دادنش به طرف پایین آسون بود، در آوردنش وا مصیبتا بود. کلی آدم میخواست که اینا رو در بیاره. اینا رو دارم همه رو بهتون میگم که آماده باشید ببینید با چه صحنه‌ای روبرو خواهیم شد. نگاه کنید فصل 20 آیه اول میگه بامدادان در اول هفته وقتی که هنوز تاریک بود مریم مجدلیه به سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می داشت آمده به ایشان گفت خداوند را از قبر برده اند و نمیدانیم او را کجا گذاردند. آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند و هر دو با هم میدویدند، اما آن شاگرد دیگر از پتروس پیش افتاد، اول به قبر رسید و خم شده کفن را گذاشته دید لیکن داخل نشد. بعد شمعون پتروس نیز از عقب او آمد و داخل قبر گشته کفن را گذاشته دید و دستمالی را که بر سر او بود نه با کفن نهاده بلکه در جای علاهده پیچیده. اوچ. پس آن شاگرد دیگر که اول بر سر قبر آمده بود نیز داخل شده دید و ایمان آورد، زیرا هنوز کتاب را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخیزد. پس آن دو شاگرد به مکان خود برگشتند. اولین مشاهده مریم مجدلیه که برای انجام بقیه کارها اومده بود دیدن سنگ قبر که کنار رفته. خب این محافظایی که اینجا بودن اگر کسی جرأت میکرد که مهر امپراتوری روم رو بشکنه خودش که هیچی دودمانش هم به باد میدادن. خب اولین مسئله تعجب آمیز برای مریم همینه
و بعد ایشون مطل نمیکنه، دوان دوان پیش شاگردان مسیح میره، یکی پتروس و یکی یوحنا. یوحنا از خودش اسم نمیبره چون خودش رو به یک نام دیگه‌ای معروف کرده، نامی که بهش افتخار میکنه، آن شاگردی که عیسی او را دوست میداره. بعضی‌ها رو دیدید وقتی میخوان قمپوز در کنن خودشونو به یه کسی میچسبونن دیگه، مثلا میگن فلانی ما رو خیلی دوست داره. مثلا ما هر وقت میخوایم قمپوز در کنیم میگیم که برادر ناتان خیلی ما رو دوست داره یا برادر پیمان خیلی ما رو دوست داره. خب ایشون مرتب خودش رو با این نام معرفی میکنه. پس هر دو شروع کردن به دویدن. از قرار معلوم پتروس یه خورده پیرتر شده، یه خورده در دویدن هم تنبلتر شده، پس بنابراین اول یوحنا میرسه سر قبر. تو رو نگاه میکنه ولی تو نمیره. پتروس میرسه بعد از ایشون. ایشون مرد شجاعیه، هم در حرف زدن هم در عمل کردن. گاهی اوقات میره تو و نگاه میکنه، میبینه که کفن یه طرفه، دستمالی که روی صورت پیچیده شده یه طرفه. خوب دقت کنید عزیزان، این نکات خیلی مهمه. اولا تمام صحبت و تمام تفکر اینه که یکی جنازه رو دزدیده، یعنی کسی فکر دیگه ای نمی کنه. ببینید الان من آیات بهتون میدم. توی آیه 6 و 7 و ادامه اون که میگه کفن یه طرفه و عرض به حضورتون که دستمال هم یه طرف هست، ماجرا از این قراره. خوب میخوام شیشتونگ حواستون رو بدید به من. کسانی رو که فوت میکردن و در کفن میپیچیدن با این 75 پوند مواد خوشبو کننده انقدر محکم و سفت میبستند خب که به قول معروف طرف تکون نخوره، در نره یه وقت. صورت رو هم خیلی جدی میپوشه. یادتون هست که عیسی مسیح وقتی که ایلعازر رو زنده کرد، بلافاصله بعد از اینکه ایلعازر آمد جلوی قبر، مسیح چی گفت به اطرافیان؟ بازش کنید. چون اگر توی چند لحظه دیگه باز نمی‌کردن ایلعازر دوباره خفه میشد. از چی خفه میشد؟ از شدت بویی که داره این 50 کیلو مواد ضد عفونی کننده و از شدت سفت بستن صورت و بسته بودن راه تنفس. حالا صحبت گفتم چیه؟ صحبت سر اینه که یکی اومده جنازه رو برده. مریم مجدلیه از باغبون، اون کسی که به فکر خودش فکر میکرد که باغبونه، پرسید، گفت آقا خواهش میکنم به من بگو کجا بردی گذاشتی. توی آیات بعدی اگر نگاه بکنید. یا سران یهود پول دادن به سربازان رومی و بهشون گفتن آقا برید این خبر رو شایع کنید که ما خواب بودیم و شاگرداش اومدن جسد رو برداشتن بردن. خب فرض بر این بگیرید که یکی آمده جسد رو دزدیده. اولین مشکل ما اینجا چیه بچه‌ها؟ هی گفتیم. خب مشکل بعدی چیه؟ که چی؟ نه مرتب نبود، بازش کرده بود. آخه کدوم ابلهی میاد جنازه به دزده کفنشو باز میکنه؟ همچی چیزی میشه؟ اولا کسی که آمده این جسد رو بدزده، یعنی کسی که در میان این همه اقدامات امنیتی آمده از یه لحظه استفاده کرده، عین شزم این سنگ 2 تنی رو زده کنار، 1800 پوند زده کنار، بعد رفته تو، به جای اینکه عجله کنه جنازه رو بندازه رو دوشش که ببره ته باغ
چال بکنه، یه جای دیگه قایم بکنه، وایساده این کفنا رو باز کرد. بعد نیتلی اون دستمالی که یعنی خیلی قشنگ اون دستمال روی صورت رو فولد کرده تا کرده گذاشته اونور، میگه علاهده گذاشته شده بود. کفن این ور بود، اون یکی اونور. یه نفر باید خیلی فرصت داشته باشه برای این کارا، نه اصلا یه 7-10 نفری میخوان که این کارا رو بکنن. چهار تا فرضیه وجود داره برای اینکه این جماعت خودشون رو باور بدن که مسیح واقعا از مردگان بر نخاسته. اول میگن که جنازه رو دزدیدن. اگر بر فرض محال جنازه رو دزدیده بودن و شاگردان عیسی این کارو کرده بودن که به طور 100% بعید به نظر میرسه، به 1001 دلیل محکمه پسند. اولین دلیلش اینه که همه شاگردان از ترس سولاخ موشی که $1,000,000 قایم شده بودن، در رفته بودن. 1. 2. همین پتروس شجاع همین کسی است که با 3 تا کنیز که روبرو میشه، کنیزا اون دخترکانی که اونجا کار میکردن، وقتی که بهش میگن آقا تو شاگرد اون عیسی که الان دارن محاکمش میکنن نیستی؟ میگه چی؟ پس خیلی بعید به نظر میرسه که این آقایون که رشیدشون پتروسه که اینطور عمل میکنه بلند شه بره از میان این همه سرباز رومی بگذره، بعد جنازه رو ورداره ببره کجا که چی بشه. شما وقتی دروغ میگی که میخوای یه چیزی رو به دست بیاری. شاگردان مسیح همه بدون استثناء به غیر از یوحنای رسول کشته شدن. اگر یه نفر یک دروغی گفته باشه، مثلا اگر برده بودن یه جای دفن کرده بودن جنازه مسیح رو دزدیده بودن، شما زمانی دروغت رو میگی، ادامه میدی و تایید میکنی بر دروغت که نفعت میرسه، یعنی هنوز زنده ای. ولی اگر بذارن بیخ دیوار بگن الان تیر بارونت میکنیم که دیگه این دروغ به دردت نمیخوره. پس حقیقت رو میگه آقا شوخی کردیم، اشتباه کردیم، حالا ما یه چیزی گفتیم شما چرا باور کردین؟ ما گفتیم عیسی زنده است، جنازه‌ش ما بردیم، ما دزدیدیم بردیم اونجا قایم کردیم. حتی یک نفر از شاگردان این حرف رو نزدن. حتی یک نفر. فرضیه دوم همین فرضیه است که در اناجیل هم نوشته شده که میگن پول دادن و گفتن که برید شایعه کنید و بگید که دزدیده شده جسد. نظریه بعدی میگن به خاطر فشار و زحماتی که به مسیح وارد شد، مسیح نمرد، بیهوش شد. بعد بردنش گذاشتن تو قبر، بعد سرمای قبر و غار بیدارش کرد، از سرما به هوش آمد. خب این خیلی حرف لوس و بی‌مزه‌ایه. چرا؟ چون اولا یه کسی که از زیر دست شلاق رومی ها که براتون توضیح دادم چی بود آمده بیرون، یعنی از این کانال گذشته، بعد 6 ساعت هم آویزون روی میخ بوده، روی صلیب بوده و بعدم زدن پهلوشو شکافتن. شما میتونید تصور بکنید که این شخص یه تنه بهوش بیاد این سنگ و هل بده، حالا خونریزی اینا رو بیخیال، سنگ رو هل بده، بعد اون وقت توی جاهای مختلف شهر به شاگردای مختلف شهر خودش رو ظاهر بکنه صحیح و سالم. این خودش اصلا معجزه است. فرضیه دیگهش فرضیه اسلامیه که میگن که اصلا مسیح نبود که مرد، این یهودای اسخریوطی بود که به شباهت مسیح در آمد
و مسیح از در عقب در رفت و این یهودای بیچاره اینو گرفتن و هرچی هم داد و بیداد کرد که آقا ما باور کنیم، میگه چیز شد، به شباهت او در اومد. خب یعنی مردم فکر کردن که یعنی میدونید چی کار داره میکنه؟ یعنی داره میگه خدا شخصیت فریبکار و دروغگوییه که همه رو فیلم کرده گذاشته سر کار. بی خود گفته مسیح مرد، مسیح نمرد. تمام این فرضیه ها، تمام این صحبت ها، تمام این حرف هایی که زده شده فقط به خاطر رفع مسئولیت و پذیرش واقعیت، وگرنه کاملا برای هر کسی که با این ماجرا روبروست و مدارک و ادله رو جلوش قرار میدن کاملا مشخصه که مسیح از مردگان قیام کرده. آیه 8 میگه یوحنا داخل شد، پتروس که اون تو بود اوردی، یوحنا مالا رفت تو و میگه با دیدن این وضع ایمان آورد. فکر کردید منظورش از این آیه یعنی چی؟ به چی ایمان آورد؟ مگه ایمان نداشت که ایمان آورد؟ به چی ایمان آورد؟ به قیام مسیح از مردگان ایمان آورد. که برای مرگ این غیر ممکن بود که عیسی رو در چنگال خودش نگه داره. بالاخره توی همون ساعت اولیه خود عیسی مسیح به همه این شکیات پاسخ میده زمانی که مریم رو توی آیه 16 ملاقات میکنه. ببینید توی آیه 16 چی میشه. میگه عیسی بدو گفت ای مریم. او برگشته گفت ربونی. اول از آیه 15 براتون میخونم. عیسی بدو گفت ای زن برای چه گریانی؟ کرا میطلبی؟ چون او گمان کرد که باغبان است، بدو گفت ای آقا اگر تو او را برداشته ای به من بگو او را کجا گذارده ای. صحبت تفکر سر همین بوده که دزدیده شده. عیسی بدو گفت ای مریم. او برگشته گفت ای استاد. عیسی بدو گفت مرا لمس مکن زیرا هنوز نزد پدر بالا نرفتم. خب ما توی یک پیریت کوتاه زمانی عیسی مسیح رو داریم که به مریم مجدلیه میگه به من دست نزن، ولی وقتی که در خانه به شاگردان ظاهر میشه به توما میگه بیا و مرا لمس کن. چرا؟ مسیح اینجا میگه به من دست نزن. وقتی که کاهن اعظم قربانی خون رو که سالی یک بار در روز اتومنت یا روز کفاره گناه خودش و دیگران رو و قوم رو میبرد داخل قدس الاقداس، هیچ کس نباید او رو دست میزد. چرا؟ چون هر کی او رو دست میزد میمرد. خب مسیح اینجا به خاطر مریم میگه هنوز به من دست نزن چون من هنوز کجا نرفتم؟ بالا نرفتم. یعنی کار انجام، اون کار تقدیم باید انجام بشه. و بعد در اون جایی که مسیح به تومای شکاک میگه بیا دست بزن، ماجرا گذشته. آیه 19 و آیه 22 و آیه 23. بریم با هم دیگه نگاه کنیم. 19 و در شام همان روز که یک شنبه بود، هنگامی که درها بسته بود، جایی که شاگردان به سبب چی؟ اینا خیلی مهمه بچه ها. به سبب ترس یهود. یعنی اینا اهل رفتن سنگ قلتوندن جنازه دزدیدن نیستن، کلن نیستن اصلا. خب آره
به سبب ترس یهود جمع بودن. ناگاه عیسی آمده در میان ایشان ایستاد. سلام بر شما. و چون این را گفت دستها و پهلوی خود را به ایشان نشان داده و شاگردان چون خداوند را دیدند شاد گشتند. 21. باز عیسی به ایشان گفت سلام بر شما باد. چنان که پدر مرا فرستاده من نیز شما را میفرستم. و چون این را گفت دمید و به ایشان گفت روح القدس را بیابید. گناهان آنانی را که آمرزیدید برای ایشان آمرزیده شد و آنانی را که بستید بسته خواهد شد. بعضیا فکر میکنن که مسیح یا به پتروس این اتوریته رو داده که ایشون بشه پاپ اعظم، پاپ اول، و بعد ایشون ببنده واز بکنه، یا به عرض به حضورتون که افراد خاص این قدرت داده شده که بتونن گناه دیگران رو ببخشن. روح رو بیابید که چه کار بکنید؟ من و شما و کلیسا تنها یک وظیفه داره. روح رو بیابید تا بشارت دهید، به آن کسی شهادت دهید که قادر است گناه شما را بیامرزد. روح رو دمید به اون گروه و اون جایگاهی که میشه جایگاه اون مکانی که ابواب جهنم بر آن استیلا ندارند. روح رو دمید به اون کسانی که نامشون کلیساست و مسیح میگه کلیساست، کلیسای خود رو بنا میکنم که ابواب جهنم هیچ قدرتی برش ندارند. شما آمرزنده گناه نیستید، هیچ کسی آمرزنده گناه نیست. شما بشارت دهنده آن آمرزنده گناه هستید که قادر است گناه رو بیامرزه. برای همین مسیح اونجا هم میگه که وقتی که چند نفر از ایمانداران متحد بشن در چی؟ در دعا، هر چی رو که در زمین ببندید در زمین بسته و در آسمان بسته، هر چی رو که باز کنید در آسمان هم باز میشه. فصل 21. تنها چند روز طول کشید تا شاگردان از تمام این رویدادهای عظیمی که اینجا اتفاق میفته، نمیخوامم قضاوت بکنم، قضاوت هم نمی کنیم، ولی برمیگردن و به نظر میرسه که حوصله‌شون سر رفته. چون مسیح بهشون میگه برید فلانجا منتظر من بشید. اینا برمیگردن به سردستگی پتروس. پتروس میگه آقا من میرم ماهیگیری. بعد بقیه هم میگن ما میایم. پتروس میگه من میرم ماهیگیری، بقیه هم میگن ما همراه تو میایم. توی آیه 3 بلند میشن میرن ماهیگیری. تمام شب زحمت چی میکشن؟ بیهوده میکشن و دست از پا درازتر برمیگردن. در حال برگشتنن. چقدر فاصله دارن با ساحل؟ 100 متر. یه نفر کنار ساحل وایساده فریاد میزنه، سوال میکنه ازشون: بچه ها خوراکی دارید تو دم و دستگاهتون؟ حالا 7 تا ماهیگیر قدر شب تا صبح رفتن ماهیگیری، خیلی آبروریزیه. میگن چی؟ نه نداریم. پس این شخص به این شاگردان، به این ماهیگیران قدر میگه تورتون رو بندازید دست راست. کجان؟ 100 متری ساحلن. اینا میندازن 153 تا ماهی درشت از اون تقلیاش رو میگیرن. آیه 9 یوحنا برمیگرده به پتروس میگه استاده
تجربهش رو دارن. از کجا دارن؟ برای اینکه قبلا هم مسیح باهاشون این کارو کرده بود. پتروس لخته، بی‌حوصله و کم طاقت هم هست. لباسشو میپیچه دور خودش، این 100 متر میپره تو آب. بقیه نم نم میان. میرسن به ساحل، میبینن، خوب گوش کنید بچه ها، اینا خیلی مهمه. میبینن همه اون چیزی رو که شب تا صبح دنبالش بودن حاضره. ماهی باربیکیو شده، نونم هست، آتیشم روشنه. برای کی؟ احتمالاً برای مسیح آتیش روشن کرده، برای پتروس، چون میدونه میپره تو آب، الان سردش میشه. و خیلی مهمه، خیلی مهمه این حقیقت که شاگردان مسیح همه ما بدونیم که اون موقعی که داریم تلاش بیهوده میکنیم، مسیح احتیاجات ما رو برطرف میکنه. میگه خدا برای فرزندانش موقعی که خوابن داره تدارک میبینه. بعد از خوردن غذا فرصت مشارکته و این مشارکت برای من و شما خیلی مهمه. این نمونه مشارکت و حرفایی که اینجا رد و بدل میشه جداً برای من و شما مهمه. موضوع زندگی هر کدوم ماست. برای پتروس، برای من، برای شما. توی آیه 15 از فصل 21 بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ بدو گفت: بلی خداوندا، تو میدانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت: بره های مرا خوراک بده. باز در ثانی به او گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ به او گفت: بله خداوندا، تو میدانی که تو را دوست می دارم. بدو گفت: گوسفندان مرا شبانی کن. مرتبه سوم بدو گفت: ای شمعون پسر یونا، مرا دوست می داری؟ پتروس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت: مرا دوست می داری. چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ باز کنید تا بهتون بگم چه اتفاقی داره میفته. تثنیه رو باز کنید. تثنیه فصل 6. همه پیدا کردین؟ تثنیه فصل 6 آیه 5. ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. خب یه 2-3 ورق برید جلوتر، فصل 10 رو نگاه کنید، آیه 12 تا 14. تثنیه فصل 10 آیه 12 تا 14. پس الان ای اسرائیل، یهوه خدایت از تو چه میخواهد جز این که از یهوه خدایت بترسی و در همه طریق‌هایش سلوک نمایی و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایی و اوامر خداوند و فرائض او را که من امروز تو را برای خیریتت امر می‌فرمایم نگاه داری؟ برید فصل 11 آیه 22 رو نگاه کنید. زیرا اگر تمامی این اوامر را که من به جهت عمل نمودن به شما امر می‌فرمایم نیکو نگاه دارید، تا یهوه خدای خود را چی؟ دوست بدارید.
همه صحبت سر همینه. عیسی از پتروس سوال میکنه عاشق من هستی؟ Do you love me؟ آگاپه. ایشون جواب میده I like you. فیلئو. هر 3 بار. چند نفر از شما بذارید یه امتحانی بکنیم، جلسه آخر یه خورده آزادی بیشتر داشته باشیم توی فیلم. چند نفر از شما میتونید بگید عشق یعنی چی؟ عشق یعنی چی؟ اوکی. دیگه عشق یعنی چی؟ محبت بدون درخواست. اوکی. علاقه شدید قلبی. شخص از خود بیشتر دوست داشته. اوکی. همه شما بدون اینکه بدونید توصیفتون اینه که عشق یعنی احساس. اصلا اینطور نیست. کی گفته عشق احساسه؟ عشق تعهده. عشق احساس نیست. اشتباه میکنه هر کسی میگه عشق احساسه. من احساساتم برای تو قلیان میکنه، فردا دیگه نمیکنه. امروز قلیان میکنه یا قلیان میکنه، فردا اگه حرفی بزنم به تیریج قبات بر بخوره دیگه قلیان نمیکنه، مردش رو ریخت منم ببرن. عشق محبت در تعهدی است که شما تعهد میدید. میگه بشنو ای قوم اسرائیل، خداوند خدای خود را با تمامی دل، با تمامی جان، با تمامی توانایی، با تمامی قوت و توان دوست داشته باش و محبت کن. دوست داشته باش و محبت کن. دوست داشتن یه چیز دیگه است، محبت کردن یه چیز دیگه. دوست داشتن رابطه است، محبت کردن عمله. متعهد بودن در عمله. چرا مسیح 3 بار این سوال رو از پتروس میکنه و نحوه هاش هم فرق میکنه؟ یکی از دلایلش ممکنه به خاطر این باشه که سر شام، یادتون هست؟ ببینید جمله‌ای که عیسی سوال میکنه اینه. اولین جمله: آیا مرا بیشتر از اینها دوست داری؟ حالا کدوم بیشتر از اینها؟ یادتونه پتروس اون شب برگشت گفت من بیشتر از همه اینا، اگه همه اینام در برن من جونمو میدم. یادتونه؟ یا احتمال داره که عیسی داره به این اشاره میکنه که آیا بیشتر از این شاگردان منو دوست داری؟ یا داره به یه چیز دیگه اشاره میکنه، بیشتر از اینها. کدوم اینها؟ همین ماهیگیری و همین بیزنس و همین بساط و همین دنیا و همین درگیری و همه اینها. بیشتر از اینا منو دوست داری؟ عشق متعهدانه داری که دنبال من بیای و همه اینا رو ول کنی؟ ایشون چی جواب میده؟ I like you. میدونید شما اگه اینجا به یکی بگید I love you، بعد طرف به شما برگرده، اصلا اگه دخترم باشه برگرده بهت بگه I like you، یعنی اصلا کلن زده تو کاسه کوزت، یعنی اصلا هیچ رقم باهات حال نمیکنه. I like you like a brother, like a friend. اوکی. بابا من راجع به عشق دارم حرف میزنم، من عاشقتم، تو میگی خب من از تو خوشم میاد.
و مسیح ادامه جمله خودش رو میده. منو دوست داری؟ وظیفه اصلیت رو فراموش نکن. کدوم وظیفه؟ همونی که به خاطرش به شما دمیدم. What was that؟ چی بود؟ بشارت دادن. خوراک بده. شما بخشاینده گناه نیستی، شما معرفی کننده اون کسی هستی که بخشنده گناهه. چند بار عیسی میگه خوراک بده، خوراک بده، شبانی کن، رسیدگی کن، نگو حالا جاش نیست، الان وقتش نیست، الان اومدیم مهمونی برقصیم، راجع به مسیح نمیشه صحبت کرد، فعلا برو تو غر. نه، شما هر جا که هستی یک وظیفه داری، مسیح رو بشارت بدی. عیسی مسیح بعداً به پتروس میگه که اون موقعی که جوون بودی، کمرتو میبستی، هر جا که دلت میخواست میرفتی، ولی وقتی که پیر بشی دستاتو میبندن اونجایی که دلت نمیخواد میبرنت. و اشاره مسیح به نحوه مرگ پتروس. روایت در تاریخ کلیسا میگه که پتروس رسول رو وقتی که بردن مصلوبش بکنن در آتش سوزی، در بعد از آتش سوزی روم، ایشون میگه که من شایسته نیستم مانند خداوندم مصلوب بشم، منو سر و ته مصلوب کنید. میدونی یعنی چی سر و ته؟ یعنی تمام اون فشار دیگه به پا نمیاد. به کجا میاد؟ به مغز میاد. مسیح دنبال جواب درست بود، برای همین این 3 بار سوال میکنه که جواب درست بگیره. جوابای ما چیه؟ خیلی وقتا خیلی آب دو خیاری جواب میدی. خداوندا من دوستت دارم، دنبالتم میام تا همه چی خوبه، آسمان آبی و بلبلام چه چه میزنن و روزگار بر وفق مراده و کار هست، پول هست، زندگی هست، سلامتی هست. شاکرتم هستم. چی میگفت برادر ادوارد؟ میگفت چمنتم. آره؟ زمان تنگی ها چی؟ زمان سختی ها چی؟ زمان درد ها چی؟ زمان آزمایش ها چی؟ هر جوری که فکرش رو بکنید، هیچ چیزی در این دنیا از صمیم دل from bottom of my heart دارم بهتون میگم، هر جوری که فکرش رو بکنید هیچی در این دنیا ارزش نداره که شما به خاطر به دست آوردنش مسیح رو ترک کنید. هیچی. Nothing. Nothing. بعد از این صحبت مسیح بلند میشه، راه میفته بره. به پتروس هم میگه بلند شو بی دنبال من. شاید میخواست یه چیزی بهش بگه، شاید میخواست خصوصی بهش حرف بزنه. ایشون بلند میشه، راه میفته بره. اولین کاری که میکنه برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه و به مسیح به اشاره به یوحنا میگه تکلیف این چی میشه. مسیح خیلی مؤدبانه بهش میگه که تو بیا،
تو به اون چه کار داری؟ تو چه کار کن؟ دنبال من بیا. برادر فیروز همیشه چی میگه؟ برادر فیروز مثل مسیح مؤدب نیست. برادر فیروز میگه آقا خر خودتو برون. چه کار به این و اون داری؟ من همیشه به دیگران میگم آقا مواظب کلاه خودت باش، حواست به زندگی خودت باشه. تو چه کار به این و اون داری؟ فلانی این کار کرد، فلانی اونجوری گفت، دیدی فلانی به من اونجوری نگاه کرد، دیدی با من اونجوری صحبت کرد، دیدی سلام کردم جوابمو با 45 دقیقه تأخیر داد. آقا کار خودتو بکن. چه کار داری به این کارا؟ این حساس بازی ها چیه؟ بریز دور اینا رو، و الا تمام مدت زندگیت باید بهت بر بخوره، ناراحت بشی، دل شکسته بشی، انتظار داشته باشی به انتظارت نرسی. آقا مسیح میگه اگر من بخوام اون تا موقع برگشتن من بمونه، به تو چه؟ انسان دوپا رو ببینید. بعد رفتن شایعه کردن، گفتن این مسیح گفته تا وقتی که من برنگردم این طوریش نمیشه، در صورتی که کلام میگه منظور عیسی این نبود. منظور عیسی این بود که اگر من دلم بخواد این بمونه تا من برگردم، به تو چه؟ تو کار خودتو بکن. تو به زندگی روحانی خودت برس. تو خداوند رو باید اون طوری که شایسته هست با تمامی دل و با تمامی جان دوست داشته باشی و محبت کنی. یادتون تثنیه فصل 10 چی میگه؟ میگه اگر خداوند میگه اگر اون چیزهایی رو که بهت گفتم انجام بدی، منو دوست داشته باشی، قربونت برم، نشد حرف، انجام بدی. اون وقت اونی که من میخوامی، اون وقت میتونم روت حساب باز کنم. اون وقت میتونیم با هم حسابی کار کنیم. اون وقت میتونیم حسابی با هم دیگه محصول برداشت کنیم. جانهای بسیاری رو برای خداوند سیف کنیم، نجات بدیم و به دست بیاریم. ولی وقتی خودت لنگ میزنی، کسی که 8ش همیشه گروی 9شه که نمیتونه وام دهنده باشه، همیشه وام گیرنده است، قرض دهنده نیست، مقروضه. برای همین در انتهای انجیل یوحنا پیشنهاد من عزیزان به عنوان شبان کلیسا، به عنوان خادم شما، به عنوان برادر شما اینه: مسیح رو با تمام وجود دوست داشته باشید و محبت کنید، چون شخصیتی دوست داشتنی تر از خداوند ما عیسی مسیح وجود نداره. آمین.